سلام دوستان، توی این قسمت از اگزوران میخوایم طراحی یک کوپینگ یا فریمورک ثابت رو به شما آموزش بدیم. خب ابتدا از هر چیزی، حالا من از قبل پروژه رو باز کرده بودم، نیو رو میزنیم و یه پروژه رو لود میکنیم. حالا بر فرض اینکه پروژه رو قبلا اسکن کردیم، یه پروژه رو لود میکنیم. من یکی از پروژه های نمونه خود اگزوکت رو براتون میارم، سینگل کوپینگ کاتپک. دوباره کلیک میکنم، پروژه لود میشه. و پروژه لود شد. حالا کلاینتش یه دیفالت شمال اگزوکت، نیمش هم توی سینگل کوپینگ. تکنسین رو میتونیم اینجا انتخاب کنیم، حالا هرچی گذاشتیم. بعد این قسمت نوتش هم که توضیحاتی راجع به اگزوکته و خب میایم تعریف پروژهش هم یه چک میکنیم. دندون مد نظرمون که میخوایم روش کوپینگ رو طراحی کنیم دندون 2.6 هستش از فک بالا. فک مقابلش هم که دندونی نداشتیم برای کار کردن، آنتاگونیست انتخاب کردیم. اسکما توی تو مدل استانای کلوژنه. توس شید هم روی A1، حالا که اینجا برام مهم نیست چون دموه. دوباره سیو رو میزنیم و قسمت دیزاین رو میزنیم، صبر میکنیم تا پروژه لود شه. حالا بسته به سیستمتون مونده چقدر این تایم ببره و بسته به نسخه نرم افزارتون که کرک باشه یا نسخه اصلی باشه که بعید میدونم تو ایران کسی نسخه اصلی استفاده کنه. وقتی پروژه لود شد این صفحه میاد، میگه فاند سیو اسکنز. خب چون قبلا این پروژه رو ما یه بار انجام دادیم، میگه میخوای از حالت قبلی بیارم، یعنی حالتی که سیو کردیم قبلا از همونجا بیاریم، یا از اول میخوای پروژه رو تعریف کنی یا شروع به کار کنی. خب ما قسمت دوم که میخوایم از اول کار رو شروع کنیم، چون میخوایم شما آموزش بدیم و میزنیم لود اسکن دیتا آنلی. صبر میکنیم تا پروژه لود شه. حالا که پروژه لود شد، این همون جاوا اسکن یا فک اصلی ماست که رستوریشن توی این فک قرار داره. دندون تراش خوردهمون داخل این فک. فک مقابلم آنتاگونیستم که همینجور میبینین، همون فکیه که برای اوکلوژن گرفتن و حدود رستوریشن نهاییمون به نیاز داریم حتما. خب حالا تو قسمت اول که مربوط به تعریف مارجینه، مارجین لای دیتکشن، ما نیازی به آنتاگونیست نداریم. آنتاگونیست رو غیر فعال میکنیم تا مزاحم کارمون نشه و شروع میکنیم به تعریف مارجین. خب تعریف مارجین اولین قسمت از طراحی هر روکشی تعریف مارجینه. خب مارجین یا فینیش لاین خط خاتمه تراش ماه، یعنی این خطی که ما مشخص میکنیم خطیه که پروتز ما تو این قسمت قرار خاتمه داده بشه و شکل و حدود خط مارجین هم به طور کل به دندون پزشک بستگی داره، یعنی بسته به تراشی که دندون پزشک میده. حالا کیفیت اونم ربط داره، اینکه مارجین ما خوانا باشه، مارجین خوانا نباشه، یا دقیق باشه و دقیق نباشه. همش به نحوه تراش دندون پزشک بستگی داره. حالا که دندون پزشک بر فرض مثال تراش داده، حالا فایل به صورت اورال اومده دست ما که این اورال نیستش، یا به صورت کست اومده. این الان فایل به صورت کاری رستوریشن به صورت کانونشنال قالبگیری شده، استونش داخل لابراتوار ریخته شده و بعد اسکن شده کار. همینجوری هم که میبینین این نواحی زیر فینیش لاین دیت شده به خوبی، یعنی یه فینیش کاملا واضح و شارپی داریم که کاملا مشخصه و میتونیم مارجین رو مشخص کنیم. توی اینجور مارجینا توی قسمت اول مارجین های دیتکشن دو قسمت داریم، دیتکت و کارکت دراف. قسمت دیتکت همون قسمتی که توی یه نقطه از فینیش لاین روش کلیک میکنی مثل اینجا و خودش هوش مصنوعی اگزوکت خودش فینیش لاین رو تشخیص میده و یه فینیشی برای ما حدودی میکشه. الان فینیش هم دقیقه تقریبا، چون تیچش خیلی خوب انجام شده و سازوکار هوش مصنوعیش هم جالب اینه که بر اساس اینکه بر اساس ناهمواری های سطح دایمون فینیش لاین رو مشخص میکنه. نگاه کنین الان این قسمت پایین نگاه کنین، توی این قسمت یه حالت برجسته ای داره. به خاطر همین قسمت برجسته هوش مصنوعی خودش این قسمت ها رو کلا به صورت فینیش تشخیص داده. یعنی حالا دیگه سازوکار جالبی نداره، یعنی همین که ناهموارترین قسمت یا
بیرون زدن قسمت رو به عنوان فینیش لاین انتخاب میکنه. حالا وقتی خودش فینیش مثل هود انتخاب کرد، بریم برای قسمت بعدی یا کاراکتر آف. اینو همیشه من خودم اعمال میکنم چون میخوام با وسواس بیشتر فینیش لاین رو مشخص کنم. توی قسمت بعدی یا کاراکتر آف شما میتونید به طور دستی همون فینیشی که هوش مصنوعی انتخاب کرده رو تغییر بدین، دچار دستخوش کنین. یا جا ممکنه ببرین بالاتر پایینتر، یا ممکنه یه نقطه‌ای حذف کنین، فینیشمون رو خیلی شارپ‌تر بگیریم و دچار تضرس نباشه. فینیش لاین باید یه خط کاملا روند و صاف باشه در اصل. یعنی مثلا این شکلی فینیش این شکلی ما نداریم الان. فینیش لاین نباید بره بره باشه یا دچار ناهمواری و تضرس باشه. یه فینیش لاین کاملا صاف برای پروژه تعریف میکنیم. از نماهای مختلف هم همیشه نگاه میکنیم چون فینیش لاین خیلی مهمه توی کار نهایی. ممکنه همین فینیش لاینی که مشخص میکنین کمی کوتاه یا کمی بلند باشه و رزولوشن نهایی که تحویل دکتر میدین کاملا بلا استفاده باشه و دکتر همونجور روکشو پس بفرسته. پس تو این قسمت خیلی دقت کنید. حالا از نظر من اینجا دیگه فینیش لاین مشکلی نداره. آپشنایی که تو این قسمت هست، قسمت دراو موو. من دراو میگه کاملا به صورت دستی بیا یه فینیش لاین برای مشخص کن، چون اینجا فینیش لاین مشخص اصلا از این قسمت استفاده نکنیم هم میشه. خب کلیر رو بزنید دوباره اونو پاکش میکنه. آپ داون هم که میگه این نقطه ها رو بالا و پایین کنیم. این عمل کاری ندارم باش. و قسمت موو هم که همون قسمت بود که فینیش لاین رو کاملا میتونید و هر جهتی تغییر بده این نقطه رو. و حالا از دیگه قابلیت وقتی میخوایم این نقطه رو اضافه کنیم اینجا هر جا روی فینیش لاین کلیک کنیم خودش یه نقطه اضافه میکنه و میتونید این نقطه با توجه به این نقطه رو میتونید کنترلتون روی فینیش لاین بیشتر باشه. و هر موقع هم خواستین این نقطه رو حذف کنین دو روش داره، یا اینکه روی این نقطه کلیک میکنیم و دکمه دیلیت از روی کیبورد رو میزنیم و راه راحت ترش اینه که روی همون نقطه کلیک کنیم و همزمان کلیک راست رو انتخاب کنین، اون نقطه حذف میشه. این رو خیلی سریع‌تره وقتی دستتون راه بیفته به سرعت شما خیلی کمک میکنه. خب قسمت تعریف فینیش لاین تموم شد و نمیخوام زیاد ویدیو رو لانگ کنم. قسمت بعدی توی بخش دوم طراحی کوپینگ به شما عزیزان گفته میشه.